برای استخدام منشی شرکتی رفته بودم رزومه پر کنم، اما ناگهان اتفاقاتی رو اونجا دیدم که باورم نمیشد اینجا محل کار هست. دوستای عزیزم سلام، خیلی خوش اومدین به این قسمت داستان ما. من فلور هستم، روایتگر قصه های پنهان. شرکتی که مد نظرم بود رفتم که رزومه پر کنم. وقتی وارد شدم 3 دختر توی سالن بودن که هر کدوم پشت میزشون نشسته بودن. فاصله میزها از هم پراکنده بود. یک دختری که مشخص بود سابقه بیشتری توی اون شرکت داره رزومه رو بهم داد. منم پر کردم و بهش تحویل دادم. بعد از چند دقیقه رفت توی اتاق رئیس و بیرون اومد. به من نگاه کرد و گفت برو توی اتاق برای مصاحبه. وقتی من رفتم توی اتاق رئیس، مردی رو دیدم حدوداً 45 سال داشت که پشت میزش نشسته بود. وقتی منو دید بلند شد و اومد سمتم، بهم دست داد و خودش رو معرفی کرد و گفت من پیمان هستم. منم یه دفعه جا خوردم. تا به حال تو مصاحبه کسی بلند نشده بود و سمتم نیومده بود و بهم دست نداده بود. منم برای اینکه کم نیارم دستم رو دراز کردم و گفتم خوشبختم، منم الهام هستم. و بعد رفت پشت میزش نشست. منم روی یکی از صندلی‌هایی که اونجا بود نشستم. چند تا سوال کوتاه ازم پرسید و مدام خیره به هم نگاه میکرد. گفت از کی میتونی بیای؟ منم خیلی ذوق زده شده بودم. گفتم از فردا. گفت از فردا بیا و تمام کارها رو از منشی قبلی که میخواد بره یاد بگیر. منم گفتم چشم. بعد به هم گفت اگر در طول روز ازت یک موقع درخواست دمنوشی داشتم برام میاری؟ منم چون هنوز تو ذوق پذیرفته شدنم تو کار بودم گفتم بله میارم. روز اول همه چی به خوبی پیش رفت. تقریبا بیشتر کارهایی که منشی قبلی باید بهم میگفت رو متوجه شده بودم. اما روز دوم که داستان واقعیت کار کردن من شروع می شد. روز قبل رئیس شرکت به من کلید داد و گفت تو ممکنه زودتر بیای، پشت در نمونی. منم خوشحال شدم. روزی که باید سر کار می رفتم خیلی خوشحال و ذوق زیادی داشتم. در رو باز کردم و رفتم داخل. بعد از 10 دقیقه رئیس شرکت اومد. هنوز خبری از دخترایی که اونجا کار میکردن نبود. یکی طراح بود، یکی مسئول فروش که سابقه بیشتری داشت و منشی قبلی هم که جاشو به من داده بود. من از دیدن رئیسم تعجب کردم. بعد از سلام و احوال پرسی رفت توی اتاق. بعد از 5 دقیقه به من گفت برام دمنوش میاری؟ گفتم بله حتما. رفتم آشپزخونه و شروع کردم به درست کردن دمنوش. براش بردم توی اتاق. رو میزش گذاشتم. گفتم بفرمایید. دستم رو گرفت و گفت ممنونم. دستم رو بوسید. منو از سمت اون طرف میز آروم آورد به سمت خودش. به من گفت بشین روی پام. من چشمام از حدقه در اومده بود. گفتم متوجه نمیشم. گفت عزیزم من تو رو دوست دارم. از تو خوشم اومده. قبل از تو هم اومده بودن برای مصاحبه و استخدام، ولی هیچ کدوم رو ترجیح ندادم که اینجا کار کنن. من با تته بته گفتم یعنی چی؟ گفت با من باشی هر چی که بخوای برات فراهم میکنم. اینجا هم خیالت راحت میتونی تا هر وقت بخوای کار کنی. منم چون خیلی وقت بود کسی تو زندگیم نبود خیلی احساساتی شدم. منو نشون روی پاهاش رو بغلم کرد. منو نوازش میکرد. آروم دستمو گرفت و برد سمت بدنش. رابطه ما شروع شد و من میترسیدم که الان همکارای دیگم بیان، ولی پیمان خیلی خونسرد بود. بعد از پیمان پرسیدم تو مطمئنی منو دوست داری؟ یعنی در حال حاضر با کسی نیستی؟ گفت نه نیستم. فقط گفت اگر از خانم‌های شرکت توی اتاقم میان ممکنه یکیشون حالت اشوه و غمزه داشته باشه. اون عادتش هست، تو حساس نشو. من تو فکر فرو رفتم که این حرف میتونه بیشتر از اشوه باشه. بعد از اینکه همکارام اومدم توی روز دیدم هر همکار خانمی که وارد اتاق میشه درو میبنده. وقتی منم میرفتم تو اتاق و سوالی داشتم میگفت درو ببند. کم کم شکم بیشتر میشد، اما خیلی ذهنمو درگیر نکردم. اون روز کارم زودتر تموم شد. پیمان بهم گفت میتونی بری، خسته شدی؟ منم گفتم باشه. تشکر کردم. یکی از همکارام هم رفته بود. من رفتم تا به سر خیابون که رسیدم یادم افتاد کلیدمو جا گذاشتم. برای اینکه فردا من زودتر می اومدم قطعاً دچار مشکل می شدم. رفتم دم شرکت. هرچی زنگ در واحد رو زدم در رو باز نکرد. میدونستم پیمان هست، اما تعجب کردم که چرا باز نمی کنه. به گوشیش زنگ زدم و بر نداشت. دیگه داشتم نگران می شدم.
نکنه اتفاقی افتاده. رفتم به سرایداری گفتم. ازش پرسیدم، گفت من ندیدم از اینجا برن. دیگه بیشتر نگران شدم. سرایدار گفت صبر کن، الان زنگ میزنم. گفتم بر نداشت. وقتی سرایدار زنگ زد، پیمان گوشی رو جواب داد. بهش گفتم من اومدم جلوی در و کلیدم رو جا گذاشتم. تو حین حرف زدن بودن که دیدم همکار آخریم که طراح بود با عجله داشت میرفت. شستم خبردار شد که خبری بوده و پیمان منو بازیچه خودش قرار داده. با سرعت رفتم بالا. در رو زدم، باز کرد. در رو هل دادم و گفتم چرا باز نمی کنی؟ گفت چی شده؟ گفتم چی شده؟ از من میپرسی؟ تو چه جور آدمی هستی؟ با همکارای دیگه هم رابطه داری؟ بعد به من میگی تو رو دوست دارم؟ گفت چرا چرت میگی؟ گفتم خودم دیدم همکارم با عجله رفت. در رو هم که باز نکردی، دیگه میخواستی از نزدیک ببینمت تا بفهمی که من متوجه شدم؟ بهش گفتم برای کلیدی که جا گذاشتم اومدم، دیگه بهش نیازی ندارم. دوستای عزیزم، خیلی خوشحال میشم نظرتون رو در مورد این داستان برای من کامنت کنین. لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنین. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.